مرد دیوس و خوش اشتهایی که میره با این خانومه با توپای گندش میریزه رو هم و از اون ورم زنش هست و اینم هست و خلاصه عشق و حال. این بار در خدمتتونم با فیلم من این هوب. اول فیلم این آقا به اسم رودولف رو میبینیم که رفته دنبال دومادش به اسم آندره. تو راه پدر زنه که آدم پدر سوخته و حولی بوده به آندره در مورد دختر بازیاش میگه و اینکه تا پروستاتش بیشتر از این براش دردسر نشده میخواد ترتیب هر جنس ماده‌ای رو بده و یه حال اساسی به ابولش بده. در مقابل آندره هم میگه این کارا درست نیست و آدم نباید به زنش خیانت کنه. در ادامه اونا میرن خونه و زن آندره به اسم آلیسون رو پیش مادرش میبینیم و شبش برای بچهشون تولد میگیرن که بعد اتمام جشن آندره و آلیسون میبینن بچهشون خوابیده و تصمیم میگیرن استارت عملیات شب جمعه رو بزنن و صحنه بعد میرن رو تخت و شلب شلوب شروع میشه. فردا تو پارک آندره داره با پدرزنش حرف میزنه و پدرزنش میگه پا خیلی دوست داره و هر دافی رو میبینه اگه پا بده میره باهاش سسک میکنه، ولی اگه بهش پا نداد شبش بیادش حتما چفت دستی میزنه. خلاصه از اونجا آندره رو میبینیم که با زنش یه رستوران دارن و آندره هم به آلیس میگه میخواد آشپزی اونجا رو به عهده بگیره و نمیخواد گارسون وایسه، ولی زنش مخالفت میکنه و میگه یه نفر دیگه برای آشپزی هست و لازم نیست. در صحنه بعد سر قرار با پدر زنش رفتن بیلیارد بازی کنن و همونجا یه خانومی با توپای گندش که همتونم به خاطرش رو ویدیو کردین رو نشون میده به اسم شارلوتا که عجب میلف حقیه. وقتی شارلوتا میره دستشویی پدر زنه میگه ناموسن تو خیلی کسخلی، یکم باید مثل من داف‌بازی کنی تا هیجان رو تو زندگی زناشویی بالا ببری که دخترم ازت زده نشه. بعدش شارلوتا میاد تا با هم بیلیارد بازی کنن که شارلوتا میگه باید موهاشو ببنده تا بهتر بازی کنه و سر همینم میبینیم که لباس زیرشو در آورده و باهاش موهاشو میبنده و بعدش هم چوبو میندازه اونجا که میگن صفاست و به بازی ادامه میده که این دو مرد حشری از نمای پایین بازی رو دنبال میکنن و فیض میبرن. خلاصه بازی که تموم میشه میان بیرون و از اونجایی که هوا سرده رودولف از آندره میخواد که کتشو بده به شارلوتا. بعدش هم پدرزنه مشغول لاس زدن با شارلوتا میشه و میاد سوارش کنه برن دور دور و به آندره میگه باقی راه رو پیاده بره خونه چون میخواد وسط راه یه جا بزنه کنار و خوب شارلوتا رو بماله و آندره هم در جواب با لحن آروم میگه بعدش اون میره خونه پیش زنش و اونم بهش میگه تمام زارتان زورتانی که کردن بیفایده بوده و حامله نشده و قرار میشه فردا برن دکتر ببینن مشکل از چیه. که فردا میرن و برای آزمایش قرار میشه آندره بره مقداری از آب کمرشو بریزه تو ظرفه و تو رستوران زنش میگه میره جایی و بعدن میاد و دقایقی بعد میبینه شارلوتا اومده اونجا نشسته و میگه یه چیزی بیاره بذاره دهنش و اونم میره به آشپزخونه به آشپز میگه دکمه سیکیشو بزنه تا خودش بره و اون یه چیزی که نظرش بوده رو درست کنه و بذاره دهن شارلوتا. موقع خوردن غذا شارلوتا از بابت اینکه اون شب کتشو بهش داده تشکر میکنه و میگه بیاد برن خونه شارلوتا تا کتشو بهش بده که اونم میره و همونطور که هر عقل سالمی انتظارشو داشت با هم سسک میکنن. اونجا آندره بقیه دوستای داف شارلوتا رو میبینه و میگه اینجا خود بهشته. خلاصه تو خونه هم به زنش میگه رفته یکی از دوستای قدیمیشو ببینه. زن هم کتشو بو میکنه و از بو و شورت شارلوتا که داخل جیب اون بوده قضیه رو میفهمه و اینم اعتراف میکنه که همش زیر سر بابای پوفیوزشه و این کاره نیست و از سر همین پدر زنه رو به خونش راه نمیدن و اونم میره به زیر زمین. اونجا هم بابای عکس تمام دافولیایی که باهاشون بوده رو نشون دومادشون میده و میگه هر جا رفته ترتیب همه رو داده و هیچ مردی رو دست خورده نذاشته. فردای اون روز میره یه کیف گرون برای زنش میخره تا از دلش دراره که زنش هم خوشحال با کیف میره بیرون ولی چیزی نمیگذره و ماشین میزنه بهش و میمیره. رودولف هم بعد از این که خبردار میشه افسرده میشه و دیگه هر مردی که میاد بهش پا بده قبول نمیکنه و پسش میزنه. در سکانس بعدی آندره که اون سری هلوی شارلوتا خیلی به خیارش یه حال اساسی داده بود میره خونش تا باز هم به سسک مشغول بشن و این عملیات های دیوسانه رو داخل جنگل و تو ماشین هم ادامه میدن که میبینیم از شدت ضربات توقف ناپذیر آندره و بالا پایین کردن ماشین به حرکت در میاد و میخوره به درخت.
در ادامه هم تصمیم میگیره تو رستوران یه تغییر اساسی بده و آشپزی که دست پخت شخمی داشته رو میذاره گارسون و خودش آشپزی اونجا رو به عهده میگیره. رو همین حساب هم مشتریای اونجا هم زیاد و زیادتر میشه و کارشون رونق میگیره. و حالا که سر عملیات‌های متعدد با شارلوتا انگیزهای جنسی و سکسیش بالا رفته، موقع کار با زنش هم مشغول کارهای خاک برسری میشه. پدر زن هم که از دیوس بازیاش با خبر شده میگه فقط مراقب باش لو نری که دخترم میزنه و آلیات میاد تو حلقت. بعد تو خونه شارلوتا بهش زنگ میزنه و میگه بیاد دم در، میخواد اونو ببینه. و اینم میره و اونجا به هم هدیه میدن و شارلوتا تو پاشو تو لباس جدید بهش نشون میده. فردا شارلوتا اومده تو رستوران و داره با زن آندره حرف میزنه. اینم با خودش میگه که الان لو برم و اینم با خودش میگه الان که لو برم و زنم بیاد و بالایت آلوهامو بتره کنه. ولی اون میاد و میگه شارلوتا اومده اونجا تا به عنوان گارسون استخدام بشه و گویا از عملیات و ضربات چیزی بهش نگفته. بعدم نشون میده شارلوتا نقل مکان میکنه و میره خونه پدرزنه که میشده روبروی خونه اونا. که همون موقع بعد رفتن پدرزنه آندره میره تو خونه پیش شارلوتا و اونم بهش میگه اومده اونجا تا بهش نزدیک بشه و بیشتر با هم عشق و حال کنن. در صحنه بعد پدرزنه میره سر مزار زنش و میبینه یکی دیگه اومده یه گل گذاشته اونجا و تو خونه میفهمه زنش هم همچین سر به زیر نبوده و با ماساژورش ریخته رو هم. از اون ورم آندره دیوس که تازه از عملیات با شارلوتا برگشته میره خونه و راند دوم رو با زنش ادامه میده. در سکانس بعدی رودولف ماساژور زنش رو سر مزارش میبینه. اونم چه کور بوده نمیفهمه که همسرش بوده و میگه داداش این زنه یه باغچه داشت اصلا خود طلا و من به یاد باغچه‌اش میام و هر هفته یه گل میذارم اینجا. و اما در سکانس بعدی تو رستوران یارو گارسونه که قبلا تو آشپزخونه بوده رو میبینیم که میاد با آلیس زن آندره ماچ بازی کنه و گویا اینا از قبل با هم بودن و کارهای سوسکی میکردن و کلا بکنی بوده تو این خانواده. خلاصه تو همین لحظات آلیس از پشت شیشه متوجه قرار تلفنی شوهرش با یکی دیگه میشه. سر قرار هم آندره میره پیش شارلوتا و میگه با اینکه اوقات خوبی رو با هم دیگه گذروندیم و راضی بودم از توپات، ولی من عاشق زنمم و باید تموم کنیم این رابطه رو. و شارلوتا هم ناراحت میشه و میگه منو حسابی ماتحتم و جر دادی و حالا که کاراتو کردی میخوای بذاری بری. این حرفا نداریم که باسمن تو پاره میکنم. بعد زن آندره هم ردشون رو میزنه و اومده همونجا که آندره آلوهاشو صف میگیره و میره زیر میز قایم میشه و آلیس شارلوتا رو میبینه. شارلوتا میگه منتظر کسی و تا اون بیاد آلیس هم میشینه سر میز. و از پایین هم این دیوس رو میبینیم که گیر کرده بین دو تا پای حق که در اولین فرصت با یکی از میزا از زیر میز فرار میکنه و میره پایین. در همون حین پدر خانومش از راه میرسه و همونجا میفهمن که گویا شارلوتا هم حامله است و رودولف هم میگه پس رسما به فاک عظما رفتی. که در ادامه هم برای ماسمالی ماجرا پدرزنه میاد وسط و میگه ما الان چند وقتی که با هم رابطه داشتیم و بچه مال منه. شارلوتا هم چی میبینه یه بابا برای بچه پیدا شده قبول میکنه. در نهایت وقتی آلیس میرسه خونه میبینه آندره سورپرایزش کرده و تونسته دل آلیس رو دوباره به دست بیاره. در آخر هم میبینیم که آلیس حامله است و آندره حسابی خوشحال میشه. این بود از داستان امروز. در پایان برای دیدن ویدیوهای بعدی کانال رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوهای بعدی بتونید اونو تماشا کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.